این موجود باستانی توی یه لحظه از جامد به مایع تبدیل میشه و دوباره به حالت اولش برمیگرده. این زن به طور اتفاقی متوجه میشه در محفظه موجود بازه و زمانی که میخواد درو ببنده ناگهان موجود بهش حمله میکنه و زن رو داخل خودش فرو میبره. زن در کمال ناباوری به یه بیابون عجیب منتقل میشه. بیابون کاملا تاریکه و هیچ نور خورشیدی داخلش وجود نداره. زن که از شدت تشنگی بیحال شده تصمیم میگیره داخل بیابون دنبال آب بگرده، اما بعد از ساعتها راه رفتن حتی یه قطره آب هم پیدا نمیکنه و ناگهان با یه طوفان شن بزرگ روبرو میشه. زمانی که زن به هوش میاد به حرکتش ادامه میده و در کمال ناباوری موفق میشه داخل بیابون برهوت آب پیدا کنه. اما درست زمانی که فکر میکنه بالاخره نجات پیدا کرده، ناگهان